پادکست زنان برای زنان. ښځو لپاره د ښځو پودکاست Women for Women podcast. سلام شنونده های عزیز، من صوفیا سخی هستم و شما شنونده پادکست زنان برای زنان هستید. امروز در این پادکست میزبان راحیل تلاش هستم، بانویی که برای آزادی، عدالت و حق زندگی با ایزد ایستاد و بهای سنگین پرداخت. راحیل از جمله بانوان است که شلاق طالبان را تحمل کرد اما صدایش را خاموش نکرد. او با شهامت برای حقوق زنان و آزادی مردمش مبارزه کرد تا جایی که سرانجام برای حفظ جان و ادامه آرمانهایش ناچار به ترک وطن شد. راحیل جان، شما را خوش آمدید میگم به پادکست زنان برای زنان. در آغاز میشه کمی بیشتر برای ما در رابطه به خودتان صحبت کنید؟ تشکر صوفیا جان. خب من متولد بلخ هستم و بزرگ شده بگویم در سمت شمال، بغلان و بلخ. دوران طفولیت من در بغلان بوده و نوجوانی و تقریبا جوانی را در بلخ گذراندیم، در مزار شریف. از دانشگاه خصوصی از رشته علوم سیاسی روابط بین الملل فارغ شدیم. دیگه متاسفانه بخت با ما یاری نکرد که ماستری اینا رو بخوانیم، فقط لیسانس هستم. در قسمت خانوادگی بگویم، در یک خانواده که در بغلان باید بوده باشه، از لحاظ محیط و ماحول بغلان که بغلان داشت، تقریبا خانواده ما، خب ای که متدین تمام خانواده های ما شما هستن، اما خانواده هایی که در بغلان هستن در مجموع خیلی زیاد آزاد و خیلی زیاد برای خانما در این خانواده ها زمینه رشد فراهم نمی شد و خیلی زیاد، خصوصا از زمانی که من یادم میایه و ما کسی بودیم که بگویم شاید مکتب و اینا را به امو گفته یگان تا که به زور خودم خواندیم و حتی تا صنف 3 مکتب که ما در کورس های سوادآموزی به طور پنهانی خواندیم و این موارد بوده. اما در کل دایره جریانی که ما از آوان طفولیت بگویم که روحیه مبارزاتی داشتیم، هر چیزی که برای مردا داده میشد در خانواده بر برادرای ما داده میشد، بر مردای مثلا بچه های ماما کاکا اینای ما برشان سهولت داده میشد، مکتب میرفتن، بازی میتونستن، آزادی داشتن. بر من نبود. این بر من بسیار سوال برانگیز و بر من بسیار زننده و ناراحت کننده بود و امی باعث شده بود که من هر قسمی که شده خود من در مکتب رساندم و حتی من 3 صنف پنهانی خواندم و بالاخره آمدیم و تایی که لیسانس شدم و فعالیت های کاری من در ابتدا در بعضی بخش های خصوصی کار کردیم مثل بانک ها و اینا. بعد از او یک مدت در یک از نهادهای UN که بخش های پروژه های شهرداری را با سازی اینا کار میکردن در او بخش بودم. همچنان از سال 2018 که رسما یعنی در بیرون در میدان مبارزه آمدم که معاون نهاد جوانان شمال بودم. راحیل جان، قسمی که خودت یادآور شدی خودت مبارزه را از داخل خانه آغاز کردی و به همین گونه خواسته یا ناخواسته سالهای زیاد برای زنای افغانستان کار کردی. در طی سالها که خودت با زنها در تماس بودی، نگرانی های اصلی زنان چی بود تا قبل از 2021؟ صوفیا جان، من میخوایم یک چیز بگویم. بیشتر از نگرانی متوجه یک چیزی که من شده بودم محرومیت زنا بود و خانم هایی را ما میرفتیم میدیدیم که اونا آنقدر محروم بودن که اونا چیزی به نام نگرانی یا چیزی به نام آرزو نداشتن. تنها چیزی که اونا میخواستن 3 وقت نان و زنده ماندنشان در خانه بود. یکی از قضایای بسیار وحشتناکی که یکی از روزها ما رفته بودیم در یک خانه، یک خانم را شوهرش سر شکل کرده بود، موهایش را،
و ایره در جایی که باید از حیوانات بسته شود که ما و شما طویله میگیم، در آنجا ایره در یک کنج مانده بود و دست و پایش با سیخ داغ کرده بود. و زمانی که ما رفتیم، یعنی ما قرار نبود که ما بفهمیم که همچه قضیه اینجا هست، اما زمانی که ما کمی دیرتر ششتیم چون هوا گرم بود آب خواستیم اینا، یکی از دخترکا دم داخل رفت و صدای یک گریه می آمد از داخل که ما مشکوک شدیم، رفتیم داخل دیدیم. او زمان خوشبختانه مردای و خانواده نبود و زمانی که رفتیم پیش از این خانم بسیار از ما میترسید چون زیاد لط خورده بود اینا و میگفت که اگر شوهرم بفهمه کسی پیش ما آمده بیشتر از این ما را لط میکنن. ما تنها چیزی را که ازش پرسیدیم گناه تو چی است، گفته که میخواین که سرما زن دوم بگیره و من اجازه نمیتم چون من اولاد دارم. مثلا یک از چیزی که بر من خیلی جالب بود، میگفت من خب بچه‌ام برش آوردیم، یعنی من 2 تا دختر 3 تا بچه دارم، بازم ببینی سرما میخواین که زن بیارن. چطور خواستی که به جاده های کابل برایی و صدای عدالت خواهی تا برای خودت، برای هم نوای خودت بلند کنی؟ از نخستین روزهای اعتراضات برای ما بگو. خب یک قسمت از سوالتان قبلی من فکر کنم فعالیت های در موردی که خودمه. خب ما در کل اگر بگویم چه قسمی در اعتراضات آمدیم، یعنی امو قسمی که قبلا گفتم امو میشه که ما به خاطر نابرابری که در خانواده در 4 طرف من دخترایی را که میدیدم محروم میشن از حقشان، ما به این خاطر حتی با خانواده خودم مبارزه کردیم و با مبارزه اونم قسمی کلان شدیم تا حدی که من زمانی که تازه نوجوان شده بودم، خیش قوم مرا به عنوان یک دختر چی بگم چشم سفید، یعنی به یک نوع ایرا بگونه طعنه‌آمیز، یک دختری که بسیار ناگفت باشه، گپ نشنو باشه، سرکش باشه، یا به یک تعبیر بد برش چشم سفید یا چشم پاره یا نمیفهمی چیزا میگفتن، بر من همیشه متاسفانه خطابشان چشم سفید بود و من دوست داشتم این چشم سفیدی من، چون همیشه باعث میشد که من جرأت بکنم، حق ما بخوایم، جرأت بکنم مثلا مبارزه بکنم و امی باعث شد که من قسمی به بار بیایم و به هر چیزی که به حس بکنم که نابرابری میشه بر علیه همجنس ما مقابل از او استاد شوم. در نخستین روزهای سقوط، امو روزی که ما در سقوط اتفاق می افتاد، هنوز هم ما در دفتر کاری ما بودیم و دقیقا رفتم کمی دیرتر هم شاید امروز من رسیدم، امی آخرین نفر بودم که انگشتم ماندم و حاضری بسته شد. داخل رفتیم و امی که ما چند دقیقه شروع کردیم و یک کار شروع بکنیم که متاسفانه آوازه پخش شد که خلاصه طالبا داخل کابل شده و قرار است که داخل بیاین. از طرف سمت بگرام اومده یا نمیفهم از طرف شمالی اومده یا از طرف سر شمالی اومده، باید از خانوما بیرون شون و او روز بدترین روز زندگی ما بود. از دفتر مرکزی زنگ زدن، او زمان ما چی بودیم وزارت مخابرات در بخش افغان تلکام، که باید از خانوما بیرون شون و تا ای که وضعیت بیشتر خراب میشه. با نمی صحبت برآمدیم بیرون، امیج پل باغمومی آمو پشت سر پیش روی وزارت یاد من رفته فعلا، وزارت مالیه. یعنی یک محشر بود که من هر باری که یادم میاد اشکای من جاری میشه. هر کس هر طرف میدویدن، همگی کسی چادرش میافتاد، کسی چبلیش میافتاد و چیزی که بر من خیلی دردآور بود که عسکرای اردوی ملی می آمدن مترایشان اعلام میکردن، اما کودشان با کلاهشان میکشیدن منداختن و خودشان فرار میکردن. و چیزی دیگه که دردآورتر از او بر من بود که هیچ گاهی من نمیتونم فراموش بکنم، دکاندارای محل پیش از اینکه طالب بیایه الله اکبر زنده باد امارت اسلامی میگفتن و این صداها شبیه یک خنجر بود که در قلب ما وارد میشد و من میدیدم بر خودم هی افسوس میخوردم که ما با چی کسایی زندگی میکردیم و چی کسایی در گوشه و کنار ما زندگی میکردن که امروز پیش از این که مثلا وطن ما در دست یک گروه وحشی بیفته اینا پذیرایی دارن. الله اکبر رو نمیفهمم که زنده با طالب خوب شد آمد و اینا.
دیگه خلاصه آمدیم به یک مشکل، به بسیار مشکل آمدیم. تا ساعت 9 بجه تا ساعت 3 بجه ما در خانه رسیدیم و تقریبا بویم 3 یا 4 یا 1 هفته کلن شبیه جسم بیروح بودیم در خانه ها. و بعد از او آهسته شروع شد که او زمان واتساپ گروپ زیاد نبود، مسنجر گروپ بود. میخواستیم که اعتراض بکنیم و کم کم جماعت های تشکیل شد، روی از این موضوعات که از صحبت شد و البته ایر روحیه گرفتن از همو 4-5 دخترایی که به گونه بسیار آرام رفته بودن رو بروی ارک استاد شده بودن ورقا در دستشان، از اونا باز دیگران انگیزه گرفتن و بالاخره رفتیم و اعتراض کردیم و آنچه که نباید میدیدیم در جاده های کابل میدیدیم و آنچه که نباید میشنیدیم در جاده های کابل میشنیدیم. بسیار روزای دردآور و بسیار روزایی بود که هیچ زن افغانستانی نمیتونه فراموش بکنه، هیچ زنی که در جاده رفته نمیتونه فراموش بکنه. آن همه حجم از توهین و تحقیر و چیزایی بر ما میگفتن، ناسزاهایی بر ما میگفتن که اصلا یعنی به یک انسان نمیزی و کمچه یک چیزایی گفته شود. اصلا که خودت یادآور شدی چیزهایی را دیدین و شنیدین که یعنی انتظارشان نداشتین. اگر بیشتر واضح‌تر اشاره کنین که چیزها بدون شک که قسم که خودت گفتی فحش و ناسزاگویی بود، دیگه چی چیزها را دیدین از مردم عام، از طرفی که شما علیش استادگی کردین، از کسایی که در این تجمع شما را همراهی میکردن؟ خب وقتی که ما در اعتراض برآمدیم دقیقا هر کدام ما یک دغدغه‌ای با خود داشتیم، یک دغدغه‌ای را حمل میکردیم. در واقع زمانی که اتفاق افتاد، کابل سقوط کرد، افغانستان به دست یک گروه افتاد، بانک ها بسته شد، خانما ما امو 3 روز بعد از امو سقوط رفتیم، ما را اجازه در ضمنی که اجازه ندادن ما حجاب و ماسک و تمام چیز پوشیده بودیم، چند دوی دیگه هم زدن. خلاصه هیچ کسی را اجازه نمیداد که وظیفه بره و همگی به فکری بودن که اگر ما وظیفه نرم خانواده من که گرسنه میمانه چی میشه. شخصا من خودم کار میکردم که اونم معاش من میآوردم، خانواده من، مادر من 3 تا خواهر و 2 تا برادر من اونم اینا را شکمشان سیر میشدن و کرای خانه میدادیم. خب ما کدام کار دیگه ای را نداشتیم. همگی با یک درد و با یک دغدغه‌ای برآمده بود. خلاصه وطن ما را از دست داده بودیم. اما وقتی در جاده می رفتیم بر ما به نوعی برخورد می شد از طرف مردم که گویا یک تعداد از خلاصه به تعبیر از اون یک تعداد از تن فروش ها بیرون برآمدن، میخواین که تن فروشیشان یا کار بدشان یا وطن فروشیشان یا ناموس فروشیشان اینم اینجا رسمیت پیدا کنه یا اینا دادخواهی بر ازی میکنه که یک بسیار عمل نامشروع بر از اینا داده شود، در حالی که ما فریاد میزدیم که نان و کار آزادی، نان برای کسایی که گرسنه بودن، برای کسایی که سربازایی که شهید شده بود، زنشان با 3 اولاد 5 اولاد مانده بودن و خانمشان تنها نانآوری و نمو اولادا بودن. فریاد ما ای بود که کشور ما در دست یک گروه که نمیدانم از طرف چقدر کشورهایی تعمیل شده و برای آمده که کشور ما را خراب بکنه و در کشور ما را به سمت بربادی ببره. اما متاسفانه مردم به جایی که ما را پذیرایی بکنه، خصوصا مردا، و ای درد ما همیشه ما زنا با خودمون داریم. هر کسی را که اعتراض کرده شما بپرسین، یکی از دردهایشان این است که واقعا این مردها نامردانه امروی ما رفتار میکردن. البته نمیتونم کلگیشان رو بگویم، اما تعدادی که ما روزانه در جاده ها میدیدیم. از طرف دیگر شما فکر کنین با گروه ما مقابل بودیم که وقتی از خانه می برآمدیم خداحافظی کرده، بخشش خواسته می برآمدیم. یعنی به این فکر نبودیم که ما اگر رفتیم زنده پس خواد آمدیم، چون مستقیم فیر میکرد بالای ما. نه کدام منطق سخن داشتن، نه منطق اعتراض داشتن، نه منطق گفتگو داشتن و تمامشان و اونا هم ما را
خطاب میکردن فاحشه و نمیفهم چی تنفروش و اینا و مردم هم همچه یک چیز را بر ما خطاب میکردن و حتی در بعضی موارد دکاندارا مثلا مردمایی که در هم جاده بودن طالبا را چی میکردن که بیاین اینا را جمع کنین که اینا اعتراض میکنه در مقابل حکومت اسلامی و این موارد بر ما خیلی دردآور بود. سیلی هایی که دخترها میخوردن با همو قنداق تفنگ که دخترها رو میزدن. خود من در در 4 سپتامبر پیش وزارت دفاع چون خب ما هرچی باشه ما خب زور یک آدم وحشی کلان را نداریم. با هم قنداق تفنگش که دشانه چپ مزد من مستقیم افتادم در روی زمین و امو روز چند از دخترای ما زخمی شدن. نرگس مثلا زخمی شد، تعداد از دخترها را لطکوب کردن و این تمامش چیزایی بود که یعنی یک وقتایی اگر تصور میکنم بر من شبیه یک کابوسی است که مثلا نمیتونم تحمل بکنم را. و در این جریان تعداد زیاد از همقطاران شما زندانی شدن. آیا ترس و وحشت در میان دخترای آزادی ها و مبارز همقطاران خود دیده می شد؟ آیا می گفتن که یا این موضوع باعث شد که از مبارزاتشان دست بکشن یا ادامه دادن برای اعتراضات خیابانی و مبارزاتشان همچنان؟ نه خیر، فکر کنم تا زمانی که خیلی زیاد این موضوع تکرار نشد و تا زمانی که قضایایی که داخل زندان بود کم کم بر دوستای ما نرسیده بود، یعنی همگی مبارزه میکردن. زمانی که بر ما در 2 یا 3 اعتراض بودیم بر ما تهدید شدن و اخطاریه داده شدن و پشت خانه هر نفر طالب رفتن و خانه هایشان یادداشت کردن اینا. یکی 2 تا یا چند تا برنامه را در محیط فضای بسته گرفتیم. بعد از بازم بر اومدیم در جاده ها. اینا باعث نمیشد که مبارزات مثلا از ترس ای که ما زندانی میشیم مبارزات کم رنگ شوه. یا من فکر میکنم چیزی که باعث شد مبارزات کم رنگ شوه رفتار خود مردم بود، نه رفتار مثلا ای که طالب در زندان طالب چی جریان می داشته باشه برای همگی معلوم است. چون طالب کسی نیست که با یک انسان مدارا بکنه، رفتار خوب بکنه، امو قاعده و قوانین یک زندان را به شکل اصولی حتی اگر مجرم باشه امرش برخورد بکنه. نه، ما از طالب هم یک توقعی را نداشتیم. اما زمانی که یک دختر زندانی می شد اینی فکر کنین توسط جامعه و مردم های 4 طرفش خانواده از او حتی مجبور می شد که باید از خودکشی بکنن. به این حد تحت فشار می آمدن و به این حد مردم اونا رو فشار می داد، بیشتر از اینکه مثلا اونا در فکر دختر زندانیشان باشه یا در فکر از این باشه که چه زجر را میکشه. بنابراین چیزی که نکته ضعف بود معترضین یا کسایی که اعتراض میکردن فامیلایشان برشان ضعف شد که منی که در جاده میایم از جان خودم تیر هستم به خاطر آزادی، به خاطر رفاه مردم میایم عدالت خواهی میکنم، پس خانواده ما چی گناه داره؟ چرا مثلا برادر ما چندین موارد را داریم که کسایی که زندانی شدن تجاوز شدن خانوادهشان دست به خودکشی زدن، حتی یکی از برادرایشان خودکشی کردن، زهر خوردن. و این مواردهایی بود که نکته ضعف فعالین خانوادهایشان شد واقعا. اما قسم که وقتی در زندان می بردن قضایایی که خودتان هم شاید بیشتر داشته باشین با خودتان، با زندانی هایی که مصاحبه کردین و ما این داستان ها را از نزدیک از دوستای ما که شنیدیم، یک از فشارهایشان بود که مثلا تهدید میکردن به یک فامیل تان میاریم در زندان، یا مثلا دخترتان میاریم، یا مثلا مادرت میاریم. و این خانواده بر ما ضعف شده بود. بیشتر ترس ای بود و کم رنگ شدن اعتراضات هم به خاطر ای بود. و اگر نه هیچ کدام وقتی که معترضین در جاده ها برآمد، خانمایی که در جاده ها برآمد، یعنی مرگ خودشان از اول انتخاب کرده بودند که در جاده ها برآمده بودند. راهیل جان، بیشتر در رابطه با مشکلات که خودت متحمل شدی در جریان اعتراضاتت بر ما بگو. چی مشقت هایی را خودت سپری کردی؟ هر روز که از خانه بیرون می شدی می آمدی به خیابان، آیا فکر می کردی که ممکن دیگه بر نگردی به خانه؟ خب خیلی زیاد درد کشیدیم ما در اون روزا. دقیقا در یک یا 2 اعتراضی که من رفتم اصلا بر مادرم نمیگفتم که من اعتراض میرم.
و برآمدم، فقط خدافزی کردم. مادرم گفت کجا میری؟ من گفتم برم تا بانک، اگه تانستم که معاش من بگیرم. اما با خودم در دلم میگفتم که ای کاش بتونم مادر من بیشتر در آغوش بگیرم و دستایش ببوسم که شک نکنه بالای ما و ممکن من دیگه نتونم ببینم مادر من. و میرفتیم اعتراض، اما متاسفانه زمانی که یکی از اعتراضات باز در تلویزیون اینا دیدن، باز بعد از او خب باعث شد که خیلی زیاد اول خب بسیار زیاد ناراحت شد، دیگه نه رو اجازه نداد. بعد از او دید که من نمیتونم، گفتم برش که مادر نمیتونم و من نمیتونم واقعا سکوت بکنم در مقابل این همه ظلم و این همه نابرابری. بنابراین مادر جانم هر روز قرآن شریف میگرفت و به مو باور و به مو اعتقادی که خودش داشت من از زیر قرآن شریف تیر میکرد، دعایش میداد و میگفت خدا پشت پناهت برو. بعد از 2-3 اعتراض که یک از خبرنگارای فرانسوی بود، یک مستند تهیه میکرد، در خانه رفت آمد میکرد. طالبا متوجه شده بود و آمدن خانه، تلاشی کردن و امو روز پیش از که بیای از پایین امو گاردی که در دروازه داشتیم، چون ما در بلاک زندگی میکردیم، زنگ زدن که طالبا آمده و دقیقاً عکس خودت نشان میده و در مورد خودت پرسان داره. دیگه من زود که برآمدم از این بام در بلاک پولوی ما در سلطانی پلازا ها بودیم، مردشان را داشت به یک دیگه در بلاک پولوی ما رفتم و از اونجا برآمدم رفتم بخی طرف سمت برچی و آمده بودن خانه را کلن از سرتیفیکت های پدر ما یا هر چیزی که در خانه دگرشان آمده بود، کتاب مثلا کتاب ملت عشق یا اینا را در داده بودن، پاره کرده بودن کلگیشه. بعد باید ازی شد که از اونجا مجبور شدیم کوچ کنیم جای دیگه بریم و یعنی فکر کنین هر هفته تمام وسایل ما رو در زیرخانه از همون بلاک مانده بودیم، هر هفته یک جای برو صرف به خاطر اینمی که جای ما پیدا میشد، مشخص میشد و می آمدن دنبال ما و با ای که ما رو نبره مثلا تلاشی می آمد پیش از اوی که اونا جای ما رو مشخص بکنه می رفتیم در یک جای دیگه کوچ می کردیم تا بالاخره مجبور شدم خانواده رو مزار شریف روان کردم و خودم تنها اونجا ماندم تا یک زمانی که شرایط بسیار زیاد قید شد و دیگه نتونستیم دوام بیاریم و از فرار کردن زیادم خسته شدیم و بالاخره طرف پاکستان آمدیم. فکر میکنی که آینده زنای افغانستان چگونه خواهد بود؟ آیا زنای افغانستان به این زودی ها شاهد تغییر خواهد بودن یا روند همین گونه به گفتار و بدون عمل ادامه خواهد پیدا کرد؟ خب صوفیا جان، من فکر میکنم شرایط افغانستان یا بگویم که شرایط زندگی زنان افغانستانی زمان تغییر خواهد کرد که مردم بخواین. چندین میلیون انسانی که در جامعه های در کشورهای مختلف به شکل دیاسپورا زندگی میکنن، من فکر نکنم که اینا بتونن که شرایط داخل افغانستان تغییر بدن. بنابراین تغییر زمانی من فکر میکنم رو خواهد داد که یا امی جامعه دیاسپورا همگی متحد شوند، متحدانه یک عمل را به خاطر منافع فقط و فقط منافع مردم، منافع ملت، نه منافع شخصی کسی، نه منافع هیچ کشوری، نه منافع هیچ طرفی، نه منافع هیچ حزبی، نه منافع هیچ سیاستمداری. زمانی که مردم قلباً بخواین متحد شوند میتونن یک تغییر را با وجود بیارن. اما بیشتر من باورمند به این هستم که زمان تغییر با وجود میآید که مردم داخل افغانستان بخواین، چون ما شاهدی از این هستیم که تغییرات بزرگ در کشورهای ابرقدرت، سیاستهای ابرقدرت را تغییر دادن، خود ملت تغییر دادن، مردم تغییر دادن و مردم میتونن اگر بخواین، اگر بالاخره روز دلشان به اولادشان بسوزن، دلشان به وطنشان بسوزن، دلشان به این که خلاص افغانستان داره در تباهی میره، روز به روز افغانستان بیشتر و بیشتر در سیاچال میره، اگر روزی به این فکر بیاین و بیاین متحد شون و بخواین، بله تغییر میکنه. در غیر او صورت با اعتراض کردن معترضین در جامعه های در کشورهای اروپایی من فکر نکنم چیزی تغییر کنه، چون خب نمیشه یک خانواده را 2 نفرش بیای زحمت بکشه و او خانواده بتونه رشد بکنه.
و بیا از فعالیت های خودت در آینده بر ما صحبت کن. خودت که حالا بیرون از افغانستان زندگی میکنی، پلان های آینده چی است برای زنای افغانستان؟ خواست چی است؟ از جهان چی خواست داری؟ خب پلان برای آینده، خب متاسفانه وقتی مهاجر میشی خیلی زیاد نمیتونی که زود خودت جمع جور بکنی و زود برسی به زندگیت. زودتر بتونی تمام هر همو اسکیجوال یا همو پلنینگی که داری همو رو تنظیم بکنی و مطابق از او پیش بری، چون کشورها قسمی است که آدم مجبور میکنه که مطابق خواست از اینا پیش بری، نه که مطابق خواست خود. بناهن آنچه که من بگویم با عنوان پلان بگویم ای است که یکی از هم پلان میشه هم آرزوهای من میشه که ای است که بتانم تعداد از خانم ها را حداقل امی متعرضین را به یک دیدگاه برسانم و اینا بتانن در هر جمع و جماعتی که اشتراک میکنن، در هر پلتفرمی که اشتراک میکنن، در هر اعتراضی که اشتراک میکنن، سخنشان یک باشه و هیچ گاهی هیچ متعرض، هیچ اعتراض کننده وابستگی حزبی یا سیاسی یا نمیفهمم سمت و سویی نداشته باشه. چون خواست ما کسایی که آمدیم در جاده های کابل هیچگاه خواست ما خواستای خودخواهانه نبوده، منافع شخصی کسی یا سمت و سویی نبوده، خواست ملت بوده. بنابراین به عنوان کسانی که در قبال خواست مردم و ملت ما نگران هستیم، من فکر میکنم که هر کدام ما وظیفه ما است که صادقانه بیاییم کنار بیاییم با تمام تفاوت‌های نظر، با تمام تفاوت‌های سلیقه‌ای، با تفاوت‌های زبانی، به گونه یک انسان افغانستانی، یک زن افغانستانی یک جای و منسجم عمل بکنیم. و ایرم از زمان میتونم که حداقل گفته یگان تا که جای پای مدمی کشوری که هستم بتانم درست بکنم و خواستم همی است که تمام کسایی که در هر کشوری که هستن بگذارن تمام تفاوت‌های سلیقه و هر چیزی که هستن، حتی اگر از چهره و از شکل و شمایل هم دیگر بدشان میان، بیاین به عنوان همون درد مشترکی که داریم، همون درد مشترک ما باید نکته وصل ما باشه. بنابراین پلان ما همی است که ما شخصا از ما که روز برسه که در هر کشور هر کسی که هر زن افغانستانی که هستن به عنوان یک افغانستانی کنار هم استاچان، یا هر مرد افغانستانی که است به عنوان یک افغانستانی، نه به عنوان تاجیک، هزاره، ازبک، نمیفهمم پشتون، حتی پشتون هایی که آسیب پذیر هستند، پشتون هایی که به این دیدگاه رسیدن که انسانیت بهترین دین است و آزادی حق فردی هر شخص است، حق مسلم هر شخص است، حتی اونا امروز درد میکشن و زجر میکشن و آسیب پذیر هستند. بناهن اتحاد و همبستگی و یک جا شدن توده های مختلف افغانستانی، قوم های مختلف افغانستانی یکی از پلان ها و یکی از آرزوهای ما است. و اگر در قسمت در خواست ما از جامعه جهانی باشه که بارها در هر برنامه، در هر مصاحبه من گفتیم که خواهش مایی است که ما اقدر نادان نیستیم که نفهمیم که شما دارین چی کار میکنین. بالاخره اگر میخواین که در قبال افغانستان واقعا یک کار را انجام بتین، بیاین در ساحه عمل پیاده بکنین. دیگه بر ما ابراز نگرانی و نمیفهمم بیانیه و اعلامیه و متاسف بودن و اینا بر ما خیلی تکراری و کلیشه‌ای شده. بیاین در ساحه عمل هر قدمی را که میگذارین بیاین عمل بکنین بر مردم افغانستان، نه شعار و نه ابراز تاسف و ابراز نگرانی. مهمترین نکته که باید در رابطه با وضعیت زنان دانسته شود چی است؟ خب با دخترایی که در افغانستان به تماس هستیم همیشه گفتنی ما فعلا شرایط در افغانستان و پاکستان و ایران یکی است. متاسفانه همیشه گفتنی ما بر از اینایی است که هر تاریکی بالاخره در قبالش روشنی است و هر سختی انجامش آسانی است و
بالاخره پیروزی یک روز فرا میرسه، اما پیروزی کسان مستحق پیروزی هستند که اونا تلاش میکنن دوام میارن. فعلا برای زنان و دخترانی که در افغانستان است تنها گفتنی که دارم که ای است که دوام بیارن، مبارزه بکنن و اینی دوام آوردن، نکشتن آرزوها یا زنده نگه داشتن آرزوها و رویاهایشان خودش میتونه یک مبارزه بزرگ باشه که اینا میتونن که به هر طریقی که شود، به هر دری که دروازه‌ای که شود خود بکوبن و با همون رویاهایی که دارن، با همون استعدادهایی که دارن، حتی در کنج خانه هم که شده بتونن که اونا را فراموش نکنن تا روزی که برسه آزادی برسه، اونا بتونن دوباره زنده شون و دوباره قد بکشن. سپاس از اینکه بر ما فرصتی مصاحبه را فراهم ساختی رایل جان. سلامت باشین. تشکر از برنامه خوب شما. وقت شما بخیر. سپاس از شما که تا پایان با ما همراه بودید. اگر شما نیز داستان برای گفتن دارید و می‌خواهید مهمان پادکست زنان برای زنان باشید، از طریق شبکه‌های اجتماعی ما با ما در تماس شوید.